سلام دوستان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. تصمیم گرفتم که یه ویدیو درست کنم در مورد سابلیمینال. خب خیلی بچه ها شاید یه سری سوالات دارن که اصلا چجوری میشه از این سابلیمینال استفاده کرد و چرا رو بعضی آدم جواب میده و برای بعضی آدم جواب نمیده و از کجا باید سابلیمینال مطمئن رو پیدا کنیم. خب قبل اینکه بریم به ادامه ویدیو ازتون میخوام که اگر کانال ما رو تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، سوالاتون رو بپرسید که من بدونم شما در مورد چه موضوعاتی دوست دارید بدونید و در چه مورد سوال دارید تا بتونم ویدیوهای بعدی رو برای شما تهیه کنم. خب یکی از سوالای همیشگی این بوده که چرا از سابلیمینال نتیجه نمیگیرم؟ شما قبل اینکه بخواید سابلیمینال استفاده کنید باید یه سری از موضوعات رو بدونید که خب این سابلیمینال واقعا اثر میذاره رو ذهن ناخودآگاه و میتونه تبدیل شه به واقعیت زندگیتون و خیلی تاثیرگذاره. و موضوعی که هستش اگر شما ذهنیت منفی داشته باشید، چون تو این سابلیمینال هایی که خودم درست میکنم مثلا یه جمله داره به این صورت: من در حال حاضر در حال دریافت نتایج سابلیمینال هستم. و اگر شما در همون زمان به یه موضوع منفی توجه کنید یا فکر کنید، ناخودآگاه اون موضوع منفی واقعیت زندگیتون میشه. پس اگر شما ذهنیت منفی دارید یا اون لحظه ای که دارید سابلیمینال رو گوش میدید تو حالت خیلی مناسبی نیستید، افکار منفی دارید یا به موضوعات منفی فکر کردید، موقعیت خوبی نیست برای گوش دادن به سابلیمینال. پس بهتون توصیه میکنم وقتی میخواید برای سابلیمینال خودتون آماده کنید و سابلیمینال گوش بدید، قبلش یه شرایطی رو فراهم بیارید، ریلکس بشید، آرامش مطلق داشته باشید، حتی اگه بتونید قبلش یکم مدیتیشن کنید تا ذهنتون آروم شه. بعد شروع کنید به گوش دادن به سابلیمینال. در مورد سابلیمینال های متفاوتی داریم که میشه گفت خیلی زیادن. سابلیمینال های تغییر رنگ چشم، تغییر باورها، دستیابی به ثروت، اعتماد به نفس، جذابیت، تغییر چهره و خیلی زیاده، موارد مختلفیه. برای بعضی از افراد وقتی همچین چیزی رو میشنون غیر قابل باوره و شاید به راحتی نتونن قبول کنن. ولی اگر شما میخواید به سابلیمینال گوش بدید، نکته اول باید به شخص سازندش اعتماد کامل داشته باشید. اگر اعتماد ندارید اصلا همونجا گوش دادن رو متوقف کنید. نکته دوم اینه که شما باید یه سری باورهای محدود کننده رو از وجودتون از بین ببرید و باورهای منفی هم همینطور. اینا کاملا میتونه اثر بذاره. بعضی وقتا میتونه جلوی نتیجه گرفتن شما رو بگیره یا نتیجه‌ای که شما میخواین بگیرید و خیلی تاریخش رو بندازه عقب، یعنی مدت زمان زیادتری طول بکشه. و نکته بعدی که هستش حتی ممکنه که اثرات منفی بگذاره به جای اینکه اثرات مثبت بگذاره. و با باور قلبی بسیار زیاد
شروع کنید این سابلیمینال ها رو انجام بدید. بهترین زمان قبل از خواب یا زمانی که از خواب بیدار میشید همون موقع است. آب زیاد مصرف کنید که بدنتون هیدراته نشه و با اعتماد کامل برید انجام بدید. افراد زیادی بودن، حالا نمیگم حتما از ویدیوهایی که من درست میکنم استفاده کنید، هر جا که اعتماد دارید استفاده کنید. خیلی ذهنیت‌های منفی رو از خودتون دور کنید، باورهایی که دارید رو تغییر بدید، محدودیت برای خودتون نذارید. زندگیتون تغییر میکنه همینطور که برای من تغییر کرده و برای خیلی از آدم‌های دیگه. پس باورهای مثبت داشته باشید، باورهای محدود کننده رو از خودتون دور کنید و به امید خدا روز به روز زندگی بهتر همراه با موفقیت بیشتر و شادابی و سلامتی خواهید داشت. خیلی ممنون که همراه ما هستید، از اینکه با پیاماتون باعث دلگرمی من میشید. خیلی ممنون. روز خوش.